دایره هایی که رسم کردم رو یکم کم رنگش میکنم تا بتونم قسمت های قرار اندام رو در اون رسم کنم راحت تر دیده بشه. خب از بالا شروع میکنم. پس قسمت بالای سر من گفتم سر اولم رو به دو قسمت تقسیم میکنم. قسمت بالا محل پیشانی و موها رو پوشش میده و قسمت دوم شامل چشم ها و بینی، دهان و چانه هستش. خب برای قسمت حالا موها من یه طراحی خیلی مختصری از موها میکنم. مثلا موهای کوتاه برش میکشم که سه موهاش یکم هم فر داره و یکم حالت دخترانه رو با خودش میگیره، هرچند که مال پسرانه هم فرفری مو داره. خب قسمت وسط شامل چهره من میشه که من اون فرم گونه مانندم رو هم برش طراحی میکنم. حتما به سرخ بودن چهره یا نیم رخ بودن و تمام رخ بودن اون توجه کنید که اگر لازم باشه که شما اون حالت رو در نظر بگیرید، اول کاری اون رو هم بتونید طراحیش کنید. خب همینطور که من چهره رو این قسمت کشیدم، قسمت اول شامل چشم ها، ابرو، من خیلی کم فقط محل اجزای چهرم رو جایگزین میکنم، فقط جاشو علامت میزنم، بعدا دوباره در وقت جزئیاتش میرم. خب چانه مانند مثل گروه سنی که قبلا طراحی کردید، چانه های کوتاه و گردی دارن. گردن خیلی کاملا دیده نمیشه، خیلی کم. یعنی شما اگر میخواین در قسمت قبل ما دقیقا از قسمت کنار صورت خط رو منحنی کردم، شما میتونید توی این قسمت به حالت خیلی کوتاه اون فاصله‌ای که به عنوان طول گردن من هستش رو اینجا برای خودتون علامت بزنید. سرشانه ها همچنان گرد هستش، یعنی شما استخوان سرشانه نمیبینید برای بچه، مگر اینکه خیلی لاغر باشه که باز هم به خاطر اینکه اسکلت خیلی نرمتری دارن، استخوان بندی نرمتری دارن، باز اون نرم بودن یا حالت ماهیچه‌ای بودن اندامشون بیشتر دیده میشه. خب من سرشانه طراحی میکنم. قسمت بازوها هم همچنان نرم هستش. از ویژگی‌هایی که برای این گروه سنی هست، خب دیگه 1 سالش تموم شده، راحت میتونه خودش بلند شه، خیلی چیزا رو بگیره، خودش میتونه مثلا شیشه‌ش رو دستش بگیره، خودش میتونه وسایلش رو برداره. خیلی از تفریحاتش و سرگرمی‌هاش اینه که میتونه مثلا خیلی از وسایل بازی کنه، میدونه که اون وسایل چه کاربردی داره، مثلا یه روسری بدی دستش یا یه پارچه‌ای بدی دستش، اکثرا این سرش میندازه، چرا که قدرت توانایی خیلی بیشتری کسب کرده نسبت به دوره قبلش. اینو در نظر حتما داشته باشید که رشد کودک از بدو تولد تا 4 سالگی یا 5 سالگی به شدت زیاده. یعنی شما مثلا هر هفته کاملا میبینید که مثلا با هفته قبل فرق کرده و یه سری توانایی ها بهش اضافه شده. به همون نسبت شما تو طراحی‌هایی که قرار رسم کنید باید این توانایی ها رو هم نشون بدین. مثلا اینکه قدرت گرفتن یک شیئی رو داره، میتونه به تنهایی روی تاپ بشینه، در صورتی که شما قبلش مثلا میخواستین روی تاپ بذارینش باید حتما خودتون میگرفتین. میتونه خودشو پرت کنه، میتونه بدوه، میتونه بازی کنه و خیلی کارهایی که حالا یک انسانی که داره دوری تکاملش رو سیر میکنه رو این هم داشته باشه. خب سرشون پس به حالت گرد من طراحی میکنم. قسمت آرنج من دوباره اون فرم گرد مانندش یا همون ماهیچه‌ای بودنش هستش. خب من دایره‌مو پاک کردم، ولی طبق توضیحی که در جلسه قبلم دادیم، قسمت فرم سینه یا محلی که یا زیر بغل یا جایی که دست از بدن جدا و اتصال پیدا کرده رو ما باید حتما توی کارهامون نشون بدیم که مشخص بشه که کجاست. خب به همون نسبت قفسه سینه گردتری دارن
من رو میکشم برای خودم که مثلا اون فرم قفسه سینه‌اش به چه حالتی هستش. خب با توجه به حالتی که من دارم میکشم انگار قسمتی از دست رفته پشت بدنش قرار گرفته. اینجا خط آرنج من میشه. نکنین خط آرنج من در راستای کمرم هست ولی یکم تو طراحی بالاتره به خاطر اینکه دست کوتاه‌تر دیده بشه. میام آرنجم رو رسم میکنم. حالا فرم دستش رو خب حالا اینها رو بعد تک میکنم. دست دیگه رو من دارم میکشم. این دستش رو از بدنش جدا میکنم. مثلا میخوام یه شیشه‌ای بدم دستش، اون فرمش رو میگیرم. حتما شما به این شکستگی های آرنج توجه کنید. در یک راستا حتما باشه اون حالت توارن بودنش حفظ شده باشه. خب توی این قسمت اگر موچش رو من در نظر بگیرم، موچ قسمت حالت زوزن قشر خواهد داشت. چیزی به عنوان شیشه میخوام بدم دستش. فرم انگشتاش رو رسم میکنم. ببینید از قبل مثلا چیزی دارم دستش، اول اون حالت دستش رو برای خودم خیلی خیلی کم رنگ کشیدم و بعد حالا اومدم اون دستش رو کشیدم. خب پس گفتم که خیلی گردن خیلی کوتاهی شما دارین، چانه خیلی گردی دارین، قفسه سینه کاملا گرده. حال اون سری که ابتدای کار کشیدیم رسم میشه. میرسم به قسمت کمر. محل تقاطع دایره دوم و سوم من تقریبا میشه گفت خط کمر من هست. حالا شما این رو بر اساس طراحیتون میتونید یکم بالاتر یا کوتاه‌تر بشید. هر قدر که پاها بلندتر باشه، یعنی از قسمت کمر و واسن به طول پا اضافه بشه، به همون نسبت سن هم بیشتر دیده میشه. چون کودک بیشتر داره قد میکشه، یعنی رشد کودک رو بر اساس حالا اون قدش دارن میسنجن، ولی ما توی 0 تا 1 سال بر اساس قد و وزن کودک ما رشد رو میسنجیم. چرا که شما مثلا اگر یک کودکی هم داشته باشین، وقتی مراجعه میکنین به یک پزشک یا اینکه برای چکاپ میرین، اول وزنش رو حتما میگیره، بعد در مورد سنش از شما سوال میکنه و قدش رو، یعنی این سه اندازه‌ای که شما میزان رشد رو میتونید با اون بسنجید. پس این رو هم حتما در نظر داشته باشید. کودک هنوز